سلام و تشکر که آنلاین و با آزادی هستید. آیا سیم کارت های خود را دوباره به نامتان ثبت کردید یا نه؟ و آیا میدانید که جریمه برای تنفروشی در تاجیکستان زیاد شد؟ اگر نه، پس 3 دقیقه صبر کنید، همه اش را میگوییم. بحث و دعوا در اینستاگرام و فیسبوک نیز این هفته درباره همین دو موضوع زیاد بود. ویدیوهای شما را هم فراموش نکرده ایم. خبری دراز کردن مهلت ثبت دوباره سیم کارت ها یک قسمی را خرسند کرد و گروه دیگر را به خشم آورد. کاربر با نام حلیم ام در این باره در صفحه رادیوی آزادی در اینستاگرام نوشته است: پول بودجه دولت را در هر گونه مراسم بیهوده صرف میکنند و سپس با قبول قرار یا قانون نو آن پول را برقرار می نمایند، به مثل گرفتن شناسنامه نو. کاربر با نام حبیبوف نوشته است که ما یک سیم کارت داریم ولی 77 بار است آن را از نو ثبت میکنیم. کاربر دیگر با نام دبریک 767 که در روسیه است و ظاهرا به سیم کارت تاجیکی احتیاج ندارد نوشته است: خدا میگویم که عمر پوتین دراز باشد و مرا از روسیه پیش نکند. بحث داغ دیگر در اینستاگرام درباره آنهایی است که با تنفروشی روز میگذرانند. در تاجیکستان گفتند که به زودی جریمه برای تنفروشی را بالا میبرند. کاربر با نام تاجیک اونلی در صفحه ما نوشته است که اگر زنان زندگی خوب داشته باشند هیچگاه به این کار نمیروند. به قول این کاربر همه چی را گران کردید، از برق و بنزین تا انداز. یک قوطی تخم مرغ را 35 سومانی کردید. آن بیچاره بغیر از تنفروشی دیگر چی کار کند؟ دلاور با زبان روسی نوشته است که جریمه پیش راه تنفروشی را نمیگیرد، برعکس به آنها میگوید که به مزاجان بیشتر خدمت رسانند. لطفالله سفروف نیز در فیسبوک گفته است جریمه راهی حل این کار نیست. او با مراجعت به مقامات گفته است میگوید که تاجیکستان بهشت روی زمین است، نخود در بهشت روی زمین برای یک عده زن جای کار آفریدن نتوانید. مونیسه 32 در اینستاگرام نوشته است که تنفروشان دروغ میگویند که کودک خرد و شرایط وزنی دارند. با گفته او اگر زن کجای رود عرض کند همه را رحم آمده به کار میگیرند. شرط نیست که رئیس شوند، میتوانند حوله روبند، کاسه شویند، نان فروشند و یا کاری دیگر کنند. شرح و بحث های جالب زیادند، اما وقتی برنامه ما کم، برای همین حالا ویدیوهای شما را میبینیم. ویدیویی که شیرالی از شهر یاشکراله روسیه فرستاد روز 13 اوگوست گرفته شده است. این ویدیو از روز عید قربان است و از شهر سنت پترزبورگ روسیه و از مهاجری که نخواست نامش را بگوییم. تشکر برای ویدیو و تشکر به همه شما که ویدیو میفرستید و شرح می نویسید. برای عکس و ویدیوهای شما حالا 2 تلفن داریم که میبینید. وایبر، واتساپ و تلگرام و ایمو داریم. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.